در جهان نام‌هایی هستند که همیشه می‌درخشند. یکی از آنها کوروش بزرگ است، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی. در این ویدیو داستان زندگی او را مرور می‌کنیم. کوروش حدود سال 590 تا 580 پیش از میلاد در منطقه پارس به دنیا آمد. پدرش کمبوجیه یکم، پادشاه پارس و مادرش ماندانا، دختر آستیاگ، پادشاه ماد بود. تولد کوروش با پیشگویی عجیب همراه بود. آستیاگ خواب می‌بیند که نوه‌اش سلطنت او را نابود خواهد کرد و قدرتی عظیم خواهد داشت. تعبیرگران می‌گویند این کودک دنیا را فرا می‌گیرد. آستیاگ دستور داد نوزاد کشته شود، اما مردی به نام هارپاگ او را نجات داد و به چوپانی سپرد تا در میان مردم عادی بزرگ شود. کوروش در میان چوپانها بزرگ شد و از همان کودکی نشانه‌های رهبری و خرد را نشان داد. او در بازی‌های کودکانه با دیگر بچه‌ها به عنوان پادشاه انتخاب می‌شد و رفتار عادلانه و شجاعانه‌اش باعث شد راز تولدش فاش شود. آستیاگ وقتی حقیقت را فهمید از کشتن او منصرف شد، اما دشمنی‌ها و حسادت‌ها مسیر کوروش را به سمت قیامی بزرگ هموار کرد. در همین دوران کوروش یاد گرفت چگونه با هوش و دیپلماسی مشکلات را حل کند و مردم را به سمت خود جذب نماید. کوروش جوان شد و رهبری پارس را به دست گرفت. با حمایت هارپاگ و مردم شورشی علیه مادها آغاز کرد. پس از چندین سال نبرد، در سال 550 پیش از میلاد مادها شکست خوردند و کوروش فرمانروای این سرزمین شد. به این ترتیب امپراتوری هخامنشی متولد شد و مسیر فتح دیگر سرزمین‌ها هموار گردید. کوروش از همان ابتدا به مردم نشان داد که حکمرانی او با عدالت و احترام همراه خواهد بود، نه با ظلم و ترس. پس از تثبیت قدرت در ماد، نگاه کوروش به غرب دوخته شد. سرزمین لیدیه و پادشاه ثروتمند آن کروزوس. نبرد با کروزوس سخت و طولانی بود، اما سپاه کوروش پیروز شد و پایتخت لیدیه شهر سارد فتح گردید. کوروش رفتار انسانی خود را نشان داد. کروزوس و مردم شهر را زنده نگه داشت و به آنان احترام گذاشت. سال 539 پیش از میلاد یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ رخ داد: فتح بابل توسط کوروش. ارتش او بدون جنگ گسترده وارد شهر شد و نظم و امنیت برقرار کرد. کوروش فرمانی صادر کرد که بعدها روی استوانه کوروش ثبت شد: آزادی ادیان، بازسازی معابد، اجازه بازگشت ملت‌ها به سرزمین‌های خود. یکی از مهمترین دستاوردها آزادسازی قوم یهود بود که اجازه یافتند به سرزمین خود بازگردند. به همین دلیل در کتاب مقدس کوروش به عنوان مسح شده خداوند شناخته شده است. این فرمان نه فقط یک سیاست نظامی، بلکه یک بیانیه اخلاقی و انسانی بود که هنوز هم جهان از آن به عنوان نمونه‌ای از حکمرانی عادلانه یاد می‌کند. کوروش تنها فاتح نبود، او یک سیاستمدار خردمند بود. او معتقد بود امپراتوری واقعی با ترس ساخته نمی‌شود، بلکه با اعتماد ساخته می‌شود. ویژگی‌های حکومت او: احترام به فرهنگ و قانون محلی، مالیات عادلانه، امنیت عمومی، آزادی مذهب. کوروش همچنین روش‌های نوآورانه‌ای در مدیریت امپراتوری داشت. او استانها را تقسیم بندی کرد، فرمانداران محلی را حفظ نمود و از طریق دیپلماسی و عدالت وفاداری مردم را جلب کرد.
کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود. امپراتوری که از مصر تا آسیای صغیر و هند گسترش یافت. او نه فقط فاتح جنگ‌ها بلکه فاتح دلها بود. مردی که سیاست و انسانیت را با هم ترکیب کرد. امپراتوری او الگویی برای حکومت‌های آینده شد و نامش هنوز در تاریخ ایران و جهان به عنوان نماد خرد، عدالت و احترام به حقوق ملت‌ها باقی مانده است. در سال 530 پیش از میلاد، کوروش برای حفاظت از مرزهای شرقی امپراتوری وسیع خود به مقابله با قبیله جنجو به نام ماساجتا رفت. رهبری این قوم شجاع بر عهده زنی دلیر و جنجو به نام تومیریس بود که با هوش و قدرت نظامی خود شناخته میشد. کوروش با تجربه نبردهای متعدد و ارتشی آموزش دیده به سمت این منطقه پیش رفت. نبرد میان دو ارتش یکی از بزرگترین جویارویی‌های زمان خود بود. نبردی که شجاعت، استراتژی و تدبیر هر دو فرمانده را به نمایش گذاشت. اما در جریان جنگی سخت و دشوار، کوروش بر اثر مبارزه شجاعانه کشته شد. جسد او به پارس بازگردانده شد و در پاسارگاد در آرامگاهی ساده اما با شکوه دفن گردید. آرامگاهی که هنوز پس از بیش از 2500 سال پابرجاست و شاهد عظمت و بزرگی اوست. مرگ کوروش پایان امپراتوری نبود، بلکه آغاز میراثی جاودان بود. نام او، آموزه‌هایش درباره عدالت، رهبری خردمندانه و احترام به ملت‌ها تا امروز الهام بخش انسان‌ها و نسل‌های بعدی باقی مانده است. کوروش به ما آموخت که یک رهبر واقعی نه فقط سرزمین‌ها بلکه دلها را فتح می‌کند و این همان چیزی است که نام او را در تاریخ جاودانه کرده است.